در غزوه تبوک رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم یک روز در مسجد نبوی استاد شد و مردم را دعوت به طرف صدقه و انفاق بکنید، در راه الله مجاهدین را برای اینها همکاری بکنید، تجهیزات نظامی اینها برابر شود، اسب بخرد، شمشیر بخرد، نیزه بخرد، تا اینکه در مقابل مشرکین بجنگد و اسلام را اینها برساند، در تمام جهان اسلام را اینها تیت بکند و برساند. حضرت عمر فاروق از جلسه برخاست، حضرت ابوبکر صدیق همچنان برخاست، اینها آمد در خانه. حضرت عمر فاروق نصف مال خود را آورد در خدمت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تمام مال و دارایی که در خانه بود آورد در محضر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و حضرت عثمان غنی 300 شتر را آورد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم. در روز دوم باز رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردم همکاری طلب کرد، به خاطر پیشبرد ترقیات اسلام، پیشبرد دین، از مردم همکاری طلب کرد. شما باز هم اسلام، مجاهدین ضرورت به همکاری شما مسلمان ها دارند. دیگر طلب کرد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، چون که روز اول تمام مال خود را در خدمت رسول الله قرار داده بود، وقتی که رفت سراغ های دیوار را میپارید. حضرت عایشه صدیقه دختر حضرت ابوبکر صدیق، زوجه مطهر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، پرسان کرد ای پدر جان چی میپالید شما؟ ابوبکر صدیق خطاب برای دخترش میکند، دختر جان ما یک سوزنی را در یک سوراخی گذاشته بودم، از یادم فراموش شده در کجا ماندم، ما اما سوزن را میپالم. عایشه صدیقه میفرماید یک سوزن چی کاری انجام میدی به این سوزن؟ گفت که ما در خدمت رسول الله میبرم و این را انفاق میکنم در راه الله. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرماید ای پدر جان یک سوزن چطور به یک مجاهد و به خدمت را داری؟ یک سوزن چه همکاری است که تو میکنی؟ ابوبکر صدیق برای دخترش میگوید که ای دخترم، دختر جانم، به یک سوزن ابوبکر ما در راه الله وقتی که انفاق میکنم، اگر یک کالای یک مجاهد دریده شده باشد دوخته شود، با سوزن ابوبکر افتخار میکنم در روز قیامت که با سوزن ابوبکر کالای یک مجاهد دوخته شده است. من به این لحاظ همکاری میکنم. حضرت عمر فاروق تلاش کرد تا اینکه از حضرت ابوبکر صدیق سبقت بکند، در مسابقه در صدقه و خیرات سبقت بکند، لکن نتوانست. ابوبکر نرم دل بود. ابوبکر تمام مال و دارایی خود را به خاطر پیشبرد ترقیات اسلام به مصرف رسانیده و اولین خلیفه مسلمان ها قرار گرفت ابوبکر صدیق. در این اثنا زنی صدای رسول الله را شنید که رسول الله مردم را دعوت به انفاق میکند. این زن دودوان آمد در محضر رسول الله، آمد گفت یا رسول الله ما در خانه چیزی ندارم، شوهرم در فلان جنگ شهید شده، یک طفل 6 ماه دارم، همین طفل 6 ماهی مرا قبول بکنی شما. رسول الله لبخندی به اون زن زد، گفت که طفل تو را ما چی کاره بکنم؟ نه جهاد کرده میتواند، نه شمشیر برداشته میتواند، نه نیزه برداشته میتواند و نه یک مجاهد را به همراه او اگر از پشت مجاهد اما سامان و اسباب جنگ یک مجاهد را برداشته میتواند، چی کاری بکنم او را؟ این بلای جان بر ما جور میشود. یک مجاهدی دیگر به این مشغول میشود که طفل 6 ماهی تو را بردارد. و اون زن خنده کنان به طرف رسول الله گفت نه، هدف ما این نیست، ما میدانم که طفل ما 6 ماه است، شمشیر برداشته نمیتواند، این را خوب میدانم، لکن ما هدفم، اراده ما امین است که در دست یک مجاهد دلیر و شجاع مانند خالد ابن ولید طفل مرا بدی و این را سپر قرار بدی که در مقابل مشرکین می جنگد. وقتی که شمشیر یک کافر و یک مشرک بالای خالد ابن ولید مانند خالد ابن ولید، هر دلیر مسلمانی که مجاهدی دلیر است با غیرت است، وقتی که مبارزه میکند طفل ما با یک دستش باشد، با یک دستش شمشیرش باشد، وقتی که شمشیر دشمن بالا می شود طفل مرا سپر قرار بدهد و این دو چیر شود، لکن شمشیر کافر برای مسلمان با اون مجاهد اصابت نکند. به این لحاظ میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم با ندای بلند صدا کرد که هیچگاه اسلام شکست نمیخوره و شکست نخواهد خورد تا وقتی که مانند این قسم زنهایی که به خاطر دین اسلام، به خاطر که از بیرق اسلام برافراشته ساخته شود،
مبارزه بکند و طفل و از مال و جان و از اولاد خود میگذرد و مسلمان ها پیروز می شود. تا هر وقتی که باشد دنیا که هست مسلمان وجود دارد، مسلمان هیچگاه شکست نمیخورد و مسلمان ها پیروز میگردند. با وجودی که ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اینها همه قدر مال و دارایی را در خدمت رسول الله قرار داد، آیا از مالشان کم شد؟ نه. الله بزرگترین تحفه را برای اونها داد که خلیفه مسلمان ها قرار داد. عمر فاروق دومین خلیفه مسلمان ها قرار گرفت. حضرت عثمان غنی سومین خلیفه مسلمان ها قرار گرفت. از خلافت، از حکومتداری که با عدالت حکمرانی بکند، از این قدر مال و دارایی و منصب قدرت بالای دیگر هست نیست. از ما باید تلاش بکنیم، ما راه و روش صحابه را تعقیب بکنیم. وقتی که ما دنبال روی راه و روش صحابه کرام باشیم، دنبال روی راه و روش صحابه تابعین تابعین وقتی که باشیم، مجاهدین دلیری که به خاطر اسلام جنگیده که برای ما اسلام را بیاورد، برای ما عزت و ناموس را بیاورد، حفظ و امن ناموس ما را حفاظت بکند، اونها جنگیده خودشان شهید شده ولکن برای ما امنیت را فراهم کرده آورده. پس بر این صورت ما از مال خود، از منصبی که در هر قدرت و منصبی که قرار داریم سوء استفاده نکنیم که در روز قیامت در پیشگاه پروردگارش جواب داده نمیتونیم. کهکشان ملائک عذاب، ملائک دوزخ از دست ما گرفته داخل جهنم نپرتوان، به خاطر چی که ظلم کردیم، از قدرت استفاده کردیم، از منصب و چوکی که الله بر ما داده بود و قدرت را به خاطر امتحان بر ما داده، از اون منصب و قدرت وقتی که ما استفاده سو بکنیم، کهکشان الله متعال مجاهد را طلب میکند. ای مجاهد، به خاطر چه کاری انجام دادی؟ اینقدر قدرت و بازو به بر تو داده، چه کاری کردی؟ میگوید به الله، به پروردگار مجاهد میگه من به خاطر رضای تو جنگیدم، ما شهید شدم و شمشیر خوردم و تفنگ دشمن در سینه ما اصابت کرد، مرمی دشمن. الله میگه نه، تو دروغ میگی، تو مجاهد نبودی، تو به خاطر نفس جنگیده بودی، به خاطری که عزت در میان مردم پیدا بکنی، به خاطری که مردم تو را شجاع و دلیل بگوید، به یک لحاظ جنگیده، به خاطر منصب و قدرت چوکی جنگیده بودی. وقتی که تو به خاطر رضای ما جنگیده بودی، بعدت به قدرت رسیدن چرا بالای مردم ظلم کردی؟ الله امر میکنه برای ملائکه عذاب، میگه پرتوین این را داخل جهنم بسوزد.